سلام رفقا، چطورید؟ به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. امروز می‌خوایم بریم با هم دیگه چالش پیام خاکبستری اشتباهی از اون پیوما به خانواده. آقا پارت 1 ترکوندید، دمتون گرم، خیلی بازیت خورده. الان که میبینم خیلی بازیت خورده. من اینکه تصمیم گرفتم پارت دومش هم بسازم، با اینکه میدونم خیلی دوست دارید، خیلی عاشقشید. بریم با هم دیگه این پیام‌های اشتباهی یا این چالش سمیو ببینیم. بدون هیچ معطلی میریم اینا رو ببینیم. ولی شما هم یادتون نره که وسطای ویدیو حتما دکمه لایکو بزنید، حتما کامنت بذارید و اگر چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و دکمه قرمز زنگو بزن و کنارشون زنگولم بزن که با خبر باشی ویدیو میذارم. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. برو بریم. چی فرستاده؟ خدا چه کاری؟ چه گفتم؟ دلم چیو میخواد؟ یه چیز آخرش هم گفتی. چه گفتم؟ چیزی چی گفت؟ بگو. چالشه. احوزی چی شد؟ نه نشدی؟ بده گوشی کار دارم. اوه استاده که زنگ نزن. الان میترسم شوهرم بفهمه. این شوهرشه. بده یه لحظه. بده من شد گوشی تو. بده گوشی تو. بده من گوشی تو من شد. گوشی تو بده من حالا میدم به چالش بود. اذیت نکنی شوهرتونو. بده من گوشی تو. به خدا چالشه. حالا بیا باورش. چیه؟ اینجوری نگاه میکنی؟ متاسفانه ایشون کل زندگیشو لو داد. چرا؟ میخوری؟ دوست داری؟ وحشی؟ اشتباهی دارم. روز میکنم به وحشی میفتی به گریه. وحشی میخوای؟ اشتباهی بود. همه چی رو لو داد. کاش که الان داشتم از عقب بهت میدم عشقم. کاش من داشتم به کون میدادم. خواهی آدم تو سرت رو. خیلی دوستم وحشی بیفتی به جونم. با دوست پسرتون این کار نکنین، مخصوصا تو مکان عمومی. جدی واسه تو اومد؟ ببینم کی بهت صدای سرت شد. ببینم کی بهت سعیم نکن سال صدا. الان چرا فاز برداشتی؟ الان چرا با فاز برداشتی تو؟ ولی با دوست پسرتون توی مکان عمومی این کار نکنید. دلم برای لا برای من فرستادی؟ کدوم پیام؟ نماز یه پیامی برای من فرستادی. چه پیامی؟ پیام اشتباهی برای من فرستادی. دلم برای چی؟ مرد. برو تو اسمساتو بخوشید پیام اشتباهی برای من فرستادی. احمق! چه لبخند ملیز. بیا برات بخورم عزیزم. برای کی فرستادی؟ این چیه فرستاده برای من؟ بیا برات بخورم عزیزم. برای چی فرستادی؟ ببینم اشتباه شده.
اشتباه فرستادم. اوه خدا. پاشو یه لباس یه چیزی بپوش، شلوار یه چیزی بپوش، با جلوی دوربین اینجوری نیاین به خدا، من سانسورش میکنم. شما نه ببینید. چی؟ این چی دیگه فرستادی؟ چی فرستم؟ برای کی می‌خواستی بفرستی؟ چیو؟ چی دلم برای لبات تنگ شده؟ مامان بگو برای کی بود؟ به کی می‌خواستی بفرستی این سوال فرستادی؟ بگو بگو کسات نخم بگو اوه بگو چالش بود. یا شوشولتو بذار دهنم. چی شده؟ یه چیز بذار تو دهنم چیه؟ برای تو اومد؟ چی شد؟ خوبی شدی؟ چالش بود. ولی خب دیگه پولشو نداشتم، با کارت حسام کشیدم 8 میلیون ناقابل. سکته میزنن شوهرت. چی؟ چی 8 میلیون؟ هیچ. 8 میلیون چی کشیدی باید؟ از کارت داداشم کشیدم 2 تومن. من برای تو یه هدیه خریدم. اوه خیلی بهت میاد مطمئنم. جدی؟ آره. چه ذوقی کرد. ولی پول نداشتم از حساب تو خریدم. هی جان. دور پسش بده. تو رو خدا بگی اشکال نداره مگه چی همت خصیص بازی در نیاش. برو نکنی کلا به من فشارم بره بالا. خیلی خوب بود. بگم به من پسش بده. اون لباسی که 10 میلیون گرفته بودم از حساب مصطفی برداشتم. جنسش هم خیلی خوب در اومده، اصلا میارزه 10 میلیون. آره دیگه. امروز میخواستم من لبازمشی 50 تومن کم آوردم از پول تو برداشت. 50 تومن. خب 50 تومن دیگه. به خاطر 50 تومن نمیخواستم. رفتم امروز خرید و با کارت مامانم گرفتم. خونه نبود 10 میلیون خرید کردم. چیکار کردی؟ چیکار ماشاءالله. کردی؟ 10 میلیون چیکار کردی؟ همون لباسی که پریشب تولد پوشیدم خریدم. تو اون پرده رو خریدی؟ خاک سرت کنم ابله. برو وای رید به لباسش، رید به لباسش. چی پول اونو داد، حداقل یه چی دیگه میگفتی. مامانم زدن. چی رو کارت ما زدی؟ پول. برای چی؟ یه تومن نیاز داشت. تو برای چی این کارو کردی؟ پس چرا SMS بانک برام نیومد؟ همه چیز رو هماهنگ کردم. زود باش برگرد زود باش. دقیق کاملا. نمیتونم. نه نمیتونم نداره زود باش. ادب. دادم 300,000 تومن امو اونو من از تو دفع برداشتم دادم به هنوز شریکم امیر خبر نیست. والله من مینوشتی 300 تومن برداشتی. خب بذار من الان می دقیقا موقعی که داره دخل رو حساب میکنه. وای جات خالی امروز رفتم مرج 1 میلیون لوازم آرایش خریدم. کارتمو که با خودم نبرده بودم از کارت حسین کشیدم. اصلا طبیعی نیست. کارت کی کشیدی؟ از کارت کی ساختگیه. کشیدی؟ از کارت کشیدم. برای چی بکشی؟ دیگه کارتمو با خودم نبرده. نه سنا من که خودم پول نداشتم از کارت یونس برات ریختم 500 تومن بیشتر نبود. تو یونس اون پاش شکسته الان اون که دیگه پاشم میشکنه. اون بنده خدا تو بد شرایطیه.
پول نداشتم از کارت یونس برات ریختم 500 تومن بیشتر نبود تو کارتش. از کارت کی بردی؟ اسکار به خدا چه 20 تومن براش اضافه اومده بود از کارت درست برداشتم. گوه نخور دارنا. 200 تومن از کارتت برداشته. گوه خوردی. یا خدا باید از اینا ترسی. خیلی لاتی بود. یاد اون کلیپ افتادم. دیروز یه عالمه لوازم آرایش خریدم، کارتمو نبرده بودم. کارت امینو بردم، یه عالمه لوازم آرایش خریدم. نمیدونم چی بود. بعد یه تومنه خرج کردم. فکر کنم همه از کارت ناهید برداشتم. چیکار کردی؟ از کارت 1 تومن برداشتم دیگه. نباید به من بگی؟ خدای من چیکار کنم از این چقدر پول؟ بهش میگفتی مشکلی نداشت. اگه بهش میگفتی مشکلی نداشت. 100% بهت نمیداد کارتشو. سارا خریدم 6 تومن. از کارت مامانم کشیدم ولی تا رسیدم خونه اسمس رو پاک کردم. کادوش دادم دیگه. اسمس هم پاک کردم که مامان نبینه. همون بازی که با هم دیدیم 200 تومن از پول داداشم برداشتم امروز خریدم. خیلی خفنه بازیش. چی چیکار کردم؟ حالا بهت میدم بابا. یه ذره بچه پسنداز داره، یاد بگیرین یه خورده. من پسنداز ندارم. من تازه اون داداش بزرگه بود، این داداش کوچیکه می‌خواست اینو بزنه. چرا سویرم کارتش دست من بود اون روز 7-8 تومن 7-8 میلیون شد. چقدر گرون شده لوازم آرایش. آره دیگه چیز خاصی هم نگرفتم اصلا چیزش هم تکون نخورد. هیچی. آره. خیلی ریلکسه. خرید کردی؟ چی؟ میگه قربونت برم خرید که خانم‌ها عاشق چنین مردایی هستن. ریلکس با خرید اصلا مشکل نداشته باشن. قربونت برم خرید کردی؟ لعنتی کارتتو خالی کرد. یا شاید این هماهنگ شده بود یا دیگه واقعا ریاکشنش بود دیگه، اصلا پوکر بود. یا خرید کردی؟ اون هدیه بود 350 تومن. سفارش دادم فردا میارم. از کارت بابا کشیدم. از کارت تا کشیدم. کمو بردم 200 تومن از حساب زهرا برداشت کردم. زهرا جرت میده. چی کار کردی؟ 200 تومن از حساب زهرا برداشتم. جرت میده. بچه پیامش بر من نیومده. پاکش کردم دیگه. اصلا کی به تو اجازه داد کارت منو برداری دوباره؟ خب دوباره؟ تو کیفم بود اون سر داده بودی دیگه هم که شمفتم یه خودت اجازه دادی. 200,000 تومن من الان کجا 200,000؟ من 2 تومن از پولم رو رفتم یه جا خرج کردم. رفتم پارچه خریدم. میلیون پارچه برای چی؟ میخوام لباس بدوزم. تو مگه مغز نداری آخه کسخور؟ خدا وکیلی؟ چک میخوایم پاس کنیم ما؟ بیچاره میخواد چک پاس کنه و هواشو داشته باشه. رفتیم تو پاساژ دیدیم 800 تومن بود، من با کارت نیلو خریدمش. نیلو جرت میده. هیچی، من این اون دیگه ساعتی جرش امروز با آرامابی رفته بودیم دیدم گفتم 800 تومن اونو خریدمش با کارت. خوردی چی کاری کردی؟ آخه همه پول داری 800 تومن هیچ اتفاقی نمیفته. خسیس رفتم چیزا رو خریدم لباسا رو قراره بیارم 500 تومن از پول پرنیا برداشتم. پول نداشتم. پرنیا پول داره؟ نه فقط 500 تومنه اب نداره. نسل جدید چقدر پول پرست شدن. پشمام 500 تومن داشتی؟ من سن تو بودم 5 تومن تو جیبم نداشتم. آی خریدمش خودم پول نداشتم از پول آجیم برداشتم خریدمش. داره دروغ میگیرش دیگه. نه خیر ببخشید. تو خیلی گوه خوردی از پول من برداشتی. چالش بود چالش. واقعا نسل جدید خطرناک شدن. اصلا
نمیشه باهاشون شوخی کرد. واقعا خطرناک شدن. کاملا کارتم همراه نیست. کارت کامیاب همراه بود، از کارت اون کشیدم. 8 میلیون خورده ای شد. مامان پولا مال من نبود. مال من نبود، پول بابا بود. گوشی تو چرا پرت میکنی؟ پول بابا بود، اون پول داده بود، امروز چک داشت. چیکار کردی خاک بر سرم. دنی از کارتت 100 تومن برداشتم. دنی از کارتت 100 تومن برداشتم. کاملا هماهنگ شده. همینجوری دکمه لایک رو بزنید رو دکمه لایک. و اینکه مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. کامنت، نظر، هر چیز دارید بنویسید. این ویدیو چون پارت اولش خیلی بازدید خورد، خیلی طرفدار داشت، منم پارت دومش رو ساختم. و اگر چنل من سابسکرایب ندارید، جدید هستید، حتما دکمه قرمز زنگ رو بزن و اون زنگوله کنارش هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم خبر بشی و بیای ویدیومو ببینی. راستی اینستاگرامم اینجا فالو کن، با هم دیگه خیلی چالش‌های خیلی خفنی داریم. تا ویدیوی بعدی میبینمتون تو کامنت ها. بوس بهتون. پیس.